ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад, ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. بگو دخترم، کدام چیزا میخواستی؟ عثمان درمان تو هستی؟ عثمان درمان 35 سال است که مرده. اشتباه آمدی. آدرس قبرستانم او طرف است. اسمت قاردیان برم گفته بود مطمئن باشم ای جواب برات خواد داد. اسمت؟ او یعنی نمرده؟ آله خوب است. راستش حال او پول خودم میخواه. ما هم دخترش هستم. شنبه میایم و تسلیم میشم. اوش کنی درد سر جور نکنی، فهمیدی؟ امیاله برو و با او اسمتی که تو را روان کده بگو. از ما حتی یک کروشم نمیتونه بگیره. خودت میفهمی. ها راستی اسمت قاردیان پولش اگه نگیره به خاطر ادامه مجازاتت به زودترین فرصت خود دیدی که همراه چی میکنه، فهمیدی؟ اما به گفته خودت اول بگویم در وقت چند سال مجازات شده بودی ها؟ حیف سنتام زیاد شده والا. ای دفعه فکر نکنم از زندان زنده بیرون برایی. بخو که باز نگوی گوش نماندیم. آی خواهر چی گپ است ها؟ خیره بگویی خندایتان به خاطر چی است؟ نیک از مادرم پول گرفتین و به من نمیگین. مادر بله، اما به تو هیچ چیز نمیرسم. هر چی که داشت به ما داد. به تو هیچ چیزی نمیرسم. بله اپلاک جان، هر چیزی که بود بین ما 2 نفر بود، واقعا برش چیزی نمیرسم. ها پدرتانم آمد، دروازه را باز کنین، من سوپم میارم. بخیر دروازه را باز کن. یعنی نمیشنوه. هیچ نمیشنوی چاقو.
سلام. من آمدم. اوه غذا ما آماده است والله. خانم اینجی مهمانت آمد. از این به بعد من دیگه با شما زندگی میکنم. اوه خانم اینجی مهمانتان، خواهرها و بیادرها، ما بعد از یه امرای شما زندگی میکنم. میبخشین من نفهمیدم. چی گپ از بایکای تا گرفته؟ چرا اینجا آمدی؟ یک دفعه اینجا آمدن چی معنا داره بلیاز خدا؟ شوخی میکنه میخوای ما را اذیت کنه. نه تو واقعا میخوایی اینجا زندگی کنی؟ یعنی واقعا هم اینجا؟ راستی زیاد خوش شدین خواهرم. نه دیگه با خدا مثل کابوس هستی. حالا زود باشین یک نفر من از خواب بیدار کنه. زود باشین دیگه. الا بیادر برو دیگه، استاد باش اینجا حرکت کو. کمال قدرتی کمال کو بانش که چی میگه؟ ها بفرمایین. ایجاد کننده مشکلاتتم رسید. پدر این دیگه چی میگه ها؟ پدر تو خبر داری که لوده میخوای اینجا زندگی کنه؟ میشه کم آرام گپ بزنین؟ خانم جان ای بچه تمام وسایل خدا جمع کرده اینجا آمده. مصطفی میخواد کمرای ما زندگی کنه. بفرمایین. خوب است، در اتاق کمال یک طور شک بندازین. اونجا می باشه، شما آرام باشین. آی نه دیگه ای چی رشخندیست پدر تو جایشه میگی جور کنیم جایشه؟ گفتم چپ باشین. انسان نیستن. حق بچانه بس. گفته اتاق کمال مرد خوب است. سایز جانم فکرم نشد. حلش میکنیم. کدام نیم کاسه زیر کاسه از خود فهمیدیم. چی شده؟ والا هر کاری را که گفتی کده. کسی خود تعقیبت نکرد نه کسی نبود. حل شد؟ پول میتن یا نه؟ دول یگان گپای ناق گفت. باز قسمه ترسید که مجبور شد بته. روح کسی هم خبر نمیشه که کار حل کرد. اما بعدش تو باید برای خود بری. من برای خودم. مرا ببین. کسایی که تو را لط کردن اگه مرا تعقیب کرده باشن یا مرا کدام چیز شوه امو دقیقه نامه تو را برشان میگم. اونا تو را نمیشناسن. ما به کسی نگفتیم که تو دختر اندرم هستی. تو را هیچ چیزی نمیشه دختر. یک دقیقه اینجا نمی باشیم. باز ما در آلانیا یک جای پیدا کردیم. اگه خواسته باشی پیشی ما باش. اوه یک باغچه ترکاری میکاریم. از زندگی لذت میبریم. کدام خرجم نداره. از این کارو خسته شدیم به خدا. ای که چی میکنی نمیفهمم اما باید از من فاصله بگیری. اگه با پول ضرورت نمیداشتم در کار کسیف دخالت نمیکردم. اما مجبور هستم دیگه. هیچ وقت نمیمانم او پولا به دست تو برسه احمد. مصطفی تو رو چی شده؟ ببین حتما چیزی شده نمیگی. قابل تشویش نیست، چیز نیست. میفهمید از زمین خوردم، حالا نمیتونم خودم بلند کنم، یعنی تکه و پارچه شدیم. خانه وقت شده خو کن. ما از طرف دیگه نمیگم. تو به او بچه چی میگی ها؟ چی بگویم؟ بگو نه چی بگویم؟ بچه مصطفی در سر چشمای ما جای داره، چی بگویم؟ البته جانم فقط کم مانده بود که سر شانه خود برش جای بده. اولادای ما او را در خانه نمیخواین. بی از او از مام خفه است. از ما فاصله گرفته میره. نمیبینی یک چاره پیدا که قربان چاوم چی میشه؟ ببین به هیچ کدام ما حوصله نمانده جانم. بیرون اتاق دوزخ واریست. خانم جان، پدر و بچه در اوج جوانیش در زندان بدون کس کوی وفات کرد. دست کسی را که دزد داشت نگرفت،
بابوی بچهش نتانست که نفسهای آخر خود بکشه. میفهمی؟ و تنها زنی را که در زندگی خود دوزاش از خود دل سر ساخت، بدون کدام یادگاری خوب از این دنیا کوچ کرد و رفت با میشه. چرا؟ به خاطر ما. حال ما به خاطر بچه مصطفی پشت بگردانم. اما قسم میگی؟ قسم میشه؟ اگه او بچه از من میخواه که پدرش باشم، من پدرش میباشم. تو خود میفهمی این داینده گردانم است. تو حق به جانب استی مصطفی. باز در خانه جنگ جانی سوم شروع میشه. خانم جان، اگه میشه بان که شوه. های خدا. خود اگه کی اتاق مرا برای من نشان میده ها؟ من نشان میتونم. ما بیا برات نشان میتونم. بیا احمق، تو چی مشکل داری؟ یک دقیقه اعلام بده. تو سرپاش شو. بیا برات یک حرکت تیکواندو یاد بتون که به دردت بخوره. آی ما تو رو دونو بلیتا میدم میکنم. چی میکنی؟ صبر کو. اوف. آی تو دیگه چه قسم دیوانه هستی؟ چی رو به دست آوردی که اینجا آمدی؟ بگو چی رو به دست آوردی؟ این خودش یک آزمایش است سحر جان. من دستای شما را قطع میکنم. اگه خوشم بیایه باز عضو از خانواده‌ام میشم بخیر. اگه خوشم نبیایه باز این قسم یک گزینه دیگه هم دارم. مرا ببین، من از امتحان رد میشم و تو رو فارغ التحصیل میکنم. فهمیدی؟ اینجا بیا که من نشانت بدم. یادر باندگه قسم با جنگ کردن چیزی حل نمیشه. آی میگه که شما رو امتحان میکنم. دیوانی روانی هست دیگه. آی کوشش دارم با پدرم یک چانس دیگه هم بدم. چرا شما نمیفهمین؟ توبه آی برو گم که خدا از اینجا برو برای سعی آرام باش. لطفا چند دقیقه آرام باشی. بچه‌م تو امشب مهمان ماستی. تو هم پشت سر برو. شیرین تو هم اتاق کمالا برش نشان بده. کمال تو هم برو خوشو با صبح میبینیم که چی میشه. نه میگه برو خوشو. دیو ازیت کی خو میره؟ صبر که یک دقیقه از خو کده موضوع مهمترام داریم. خانم اینجی زیاد مهربان هستین اما من اینجا مهمان نیستم. شنیدی خانم اینجا میگه من مهمان نیستم، خانه پدرم است. بچه‌م تو هم کمی متوجه گپت باش. با ما مشکل جور نکن. های با تو یاد ندادن در خانه که به بار اول میری یک قسم رفتار نکنی؟ یک کلانم رد گپ میزنم. نکنه آمدی که آرامش ما را از بین ببری. چطور؟ آی من فقط کوشش دارم که پدرم بشناسم. آی خدایا تو خودت برام صبر بده دیگه. خدایا چه قسم امتحان میگیری؟ شیرین من برای چی گفتم دختر تو چرا اینجا قسم شیشتی؟ حالا بخشیرین بده برو اتاق بیادرت به این نشان بده. حالا برو من مشکل ندارم. میرم در توشک سفری خو میکنم. کمال بیبی فقط ایق یک مونده که کاسه صبر من لبریز شوه. بس از دیگه بچم چی میگی؟ میخواین من از بین ببرین؟ آی بس از دیگه آی بس از دیگه مادر جان. تو هم دیگه یک کم آرامش لطفا. هیچ کس جایی نمیره، هیچ کس هم نمیمره. فهمیده شد؟ شیرین تو برو کاری که مادرم برات گفته انجام بده. فهمیدی؟ کمال تو هم هیچ کاری نمیکنی، جنجال بر ما جور نمیکنی. خوب است. با فرمایین آقا کان از این طرف. روی پاک نوام برش بده. یک سرپایی هم بده که بپوشم. سعی بکشی بوتای گنده تا. های چرا این قسم طرفم سیل دارین ها؟ چی کنم بگوین که همون کار کنم؟ به خدا کم است که دیوانه شوم. آی بس است دیگه. توبه این بدبوی. لبرویت دیگه کشال نگی. ببین من زیاد خوش هستم که اینجا هستم. چه خوب یک خانواده خوشحال داریم. چقدر خوب با هم کار میکنیم. کار چی توبه؟ فقط که تو همراه ما کار میکنی. تو بیازو به خودت کار میکنی دیگه. بیازو کل ما را فریب دادی، همراه کل ما بازی کردی. اما گل پنبیم این قسم نمیشه. ببینی الماری چقدر وضعیتش خراب است. این رقم نمیشه دیگه. باید این سبا خالی کنیم. ببین ما یک دو دانه بایک کلان آوردیم. ببین چقدر کالاده است. اما تو نیست. این الماری هم چقدر گدواد است.
خود دیگه به از او در کل خانم خورده است. چی شده؟ آقا مصطفی نتونسته برتان یک خانه کلان بگیره ها؟ مساحتی خانه 120 است، خرد خونه است دیگه. با ما بیخی برابر است. یعنی پیش از آمدن تو. خوب است. جایتان خرد میشه کمی اما عادت میکنی. یعنی میشه که یک خواهر یا برادر دیگه تا حذف کنی نمیتونی. مرا نمیتونی قبول کو. راحت باش. آی زود باش دیگه شیرین، 1 ساعت است که یک لیافه تبدیل کردن نمیتونی. چی حال است؟ ما باید فکس 8 ساعت پوره خو کنم. میبینی که مشکل است. اگه یک آدم خوب میبودی میامدی امرای ما کمک میکردی تال خورد دیگه. ما این کار کردن نمیتونم. بی از او حوصله ندارم. باورم نمیشه. شیرین باورم نمیشه به خدا. شیرین اینجا بیبی شیرین میگم خواهر جانم، اینجا رو سبا باید پاک کنی. یک قسم نمیشه. این خانه زیاد بد است. مادر جان من اینجا آمده موبایل درست آنتن نمیته. سبا تمام روز سنورداری دارم. حالا جای تا ماده است. هتل که رفتم با زنگ میزنم. شب بخیر مادر مقبول من. بیا درت یک ماچ کو. والا مکرونی زیاد مزه‌دار شده. والا تو هم دیگه امشب این مکرونی رو سر ما خوراندی. آفرین دختر خاله جان. آی تو باز دست تو. اگه کمی دیگه مزه‌دار می بود مطمئن هستم از این گپات پشیمان می شدی او وقت. به نظر ما ضرورت به این کارا نیست. ما میتونم که ما خودم میتونم کل اینا رو بخورم. ایره سرآشپز پخته کرده دختر؟ نه این قسم نیست جانم، ما خودم پخته کردیم. چرا که آشپز ما پشت دیگه کارا میگردن. میخواین در بانک تو آشپزی کنن. به می خاطر حالا به جلسیشان رفت. تو با امی تو بای خودمو. ها امی قسم است. چرا گفتی امی قسم است؟ کنایه گفتی؟ چیزی است که باید ما بفهمم. خوخی تو با همراه سرآشپز بانو رابطه داره؟ همراه کمال بیادر سحر. بله دقیقاً همین قسم. ها زیاد جالب است. به خاطر که یک دفعه عاشق شدن زیاد جالب است. بازی دختر میخواد که چی کنه؟ هدفشان زیاد معلوم نیست براک. یعنی خوب میخواد که سحر حسودی کنه دیگه. سحر میبینه و قار میشه و میاد باز به تو میگه. اوم با یک تیر دو نشانه میزنه. میخواد که او رو اذیت کنه بیاد. باز کار چیز در پای کمال ختم میشه. امروز صبح خودم برش گفتم که تو با دوست دختر سابق براک است. اول کمی چریش تغییر کرد، باز قسم نشان داد که جگرخون نشده، اما میفهمم چری اصلی تو باره که ببینه دگام جگرخون میشه. به هر حال مطمئن هستم زیاد دیر شده. خب به هر صورت من میرم شیرین میارم. بانو از کمال خوشش میآید؟ بله اما ترس. خب در کدام مشکل بر نمانیم؟ این دختر میخواد چی کنه بیادر؟ مگم اردویشان با هم دوست نیستن؟ بیادر بانو فعلا در قصه هیچ کسی نیست. فهمیدی که چی گفتم؟ با کسی هم هیچ چیزی نگفته. حالا که با هم شریکام شده کلی چیز بیخی گد و وچ شده به خدا. بدتر از این است که زندگی کارشان خراب میشه و خرابتر شده. سحر با تو با جزایش میتم اما پیش از ما بیاز رابطه ما کمی خوب نیست. ما چه میگه پا دیگه از کجا پیدا شد؟ رابطه همراه بیادرش در بانک غذا خوردن و این قسم گپا. نه ما چی بفهم بیادر؟ حالا که میگن عاشق شدن از این گپ به خدا هیچ باور من نمیشه. دختر چند سال میشه که عاشق تو است بیادر؟ اوه به نظرم که اینا را سر آشپزت روان کرده. ناز کرده نبیا. باش که ببینمش. صبر من برات میتم. باش من میبینم. همینجا بانش. امروز صبح اینا را آماده کرده بودم. تشکر. ایرام دمینو جایی دادیم. نام ایرام لبخند مانده. جالب است نه؟ زیاد خوش داره که این قسم نام را دمینو جایی بته. عجیب است میفهمم. به هر صورت جانم خب بالاخره ایره فهمیدیم که دختر کی است. ایره برام بگوین. بله. آخرین گپا چی است بگوین. زیاد کنجکاو آخر فیلم هستم. آخر چی میشه نمیفهمم. مام نمیفهمم. همیشه از ذهنم استفاده میکنم اما نمیفهم چی را با چی بخونم. امروز یا چیزای عجیب شد. سحر ببین من تسلیم میشم. دیگه درباره گذشته از تو سوال نمیکنم. دست تو را نمیگیرم، تو را دیگه نمیبوسم. فقط بعضی وقتا با هم همه قسم قدم میزنیم. واقعا دلم به هر دوی ما زیاد تنگ شده.
فکر میکنی دل من تنگ نشده؟ دل من نمیشه که تو رو بغل بگیرم و دستایت محکم بگیرم. واقعا یک چیزی هست که مانع رابطه تمرای دختر میشه. من مطمئن هستم براک. ها ای گپ خواست، اما چی است؟ حتما یک چیز به خاطر فرار کردنش است بیادر جان. یعنی امی گپ بوده میتونه، دیگه هیچ چیزی نه. من میگم اون دختر متأهل نباشه. چطور؟ نه دیگه. نه متأهل نیست. چانسی نمیگم، رفتم خودم دیدم، از نزدیک پرسان کردم، گفت نیست. متأهل نیست. اما یک گپ هست و میفهمم وقتی که بفهمم اصلا ازش خوشم نمیایه اینجا جای نشانی باشه. اما به نظر مو هنوزم تو رو زیاد دوست داره. فقط کافیز برش اجازه بدی، ده حال خودش بانش. سر دختر فشار نیار که چرا و چی. جزی کدام گزینه دیگه ندارم. زیاد مقبول است، اما فکر کنم از من زیاد خوشش نمیایه. بله او یک کمی جادوگرم است. باز قسم نمیتونی که تو کمال بگیری. آی کمال. کمال گفتم دیگه، ببین چقدر اصلش تاثیر کرده. بس دیگه. درست است. یک دقیقه، این خوب بیگانه نیست. ما تمام چیزا برات میگم. بانو تمام رازای ما برات میگم. خب این راز کمی بی ربط است براک. کجایش بی ربط است دختر؟ ما خو هیچ ربط نمیبینم. تو یک دختر جوان و زیبا و مقبول هستی. اگر کمال نمیتونه ایره ببینه، باز تو ببین. آی بیخی مرا بیاب کردی. به خدا تو را میکشم. لوده میکشمت. درست است. بس است بلی. خود دیگه موضوع را بسته کنی. سعید درست است، تغییر میتیم. بس است دیگه. راستی تو شنبه باید همراه ما دستا پاجا بیایی، خبر داری؟ دختر خاله مهمانی میته، تو هم همراه ما میری. برات گفته بودم. نه نگفته بودی بیادر. مرا چی غرض؟ ده مهمانی خو فامیلای تو میایه. مادرم هم ده همونجاست. یعنی به گفتی خانم مریم به زحمت مرا ده اونجا تنها نمان. درست است؟ باز جای بسیار خوب است، مزرعه است، هوای خوب داره. تو خود زیاد تو قسم جایا را دوست داری. باز استرالیا میرن تا چند هفته دیگه میرن. به همین خاطر شام به خداحافظی میریم که اونا میرن. سایس حال دوتر دنیا یعنی دو استرالیا چی میکنه؟ آی چرا این قصه میگن استرالیا بسیار جای مقبول است. طبیعتش هم زیاد خوب برو است. دیگه. آی توبه بهتر است که تو بری. هر دقیقه مرا خجالت زده میکنی. هر جایی که از اینجا دور است همونجا برو. نه تو برو، رنگت گم کن. بس از دیگه قدر گپ نزن. تو هم گپ نزن. بیبی سبا بعد از 4 بجه کار ما خلاص میشه. پیش دروازه باش، با هم یک جای میریم. درست است؟ 4 سحر خوباله. فکر کو که ما در اونجا میرسیم. در آبندان بند مانده 4 ساعت بعد میرسیم. 2 ساعت هم در آب باشیم. میفهمی که چقدر وضعیت ما خراب خواهد شد. میفهمی تا شب اونجا میباشیم. شب هم کار خود خلاص میکنیم. باز کار ما سخت نمیشه. اف تو کمی آرام باشه. با ما بان کلش ما حل میکنم. صبر داشته باش. صبر. فهمیدی؟ اینقدر صبر کردی، یک روز دیگه هم صبر کن. ای خدایا ای بار دیگه پیداش کنم لطفا. بس از دیگه در چشمایم هیچ اشک نمانده لطفا خدایا. های بچیم، تو میخوای مرا ایلا کده کجا بری؟ ما خود نمیخوایم تو را ایلا کنم بچیم. با خدا باور کن من نمیتونم کی کار کنم. اینجا چی گپ است؟ چرا طفل ناراحت میسازی مریم؟ بیا جانم، باز جای نریم، ما زود میایم. درست است؟ مادر خاله مریم هم گریان میکنه. نه گریان نمیکنه. بیا بریم دو اتاق. بیا بچیم، بیا حالا. آفرین بیا. نه من نمیرم. تو هم امرای خاله مریم هم جایی میری؟ نه من نمیرم. سعیز خانم گریان نکو دیگه. سحر اگه خزم کنی خو نمیشه بچش. بیبی تو باید قوی باشی. باید به خاطر کل چیز آماده باشی. خصوصا به خاطر طفل. زیاد فکر نکو، تنها خو نیست، پیش کسی هست نی. به همین خاطر تو باید خوب قوی باشی جانم. سیز آرام هستم. دختر تو چرا یک دفعه داخل میایی؟ دیگه او بچه در گردن من انداختین، خودتان دل بیغم اینجا شیشتین. توبه. عجب لوده است به خدایی. چی میکنه؟ سیل کو برش بگو در اتاق من خدا نندازه. صبح دانه تمام چیزایش باید بیرون بندازم. فهمیدی؟ نه بخیر، اما گپ راست گفتن. خیر سیاد کو دانگه به دست بگی. وای خواهرا بیا درایم چقدر خوب با هم شیشتن.
خیلی تمام اولادای مصطفی دم اینجا با هم میشینن. چقدر جای خوب است. بله، اینجا یک جای مخفی و مقبول است، یعنی تو آمدن نمیتونی. کم خود یک بغلک و بیادر ممکن میخوایم گپ بزنم. هر چی میگی هم تو استاد شده بگو. چی میکنی بچه؟ پشو ولی آز خدا دلم میشه که تو وشتم دان ازی بزنم. چی میکنی لوده؟ آرام باش، چقدر بد است به خدا. ببین آکان، من به عنوان دستیارت گپ میزنم. تو کوشش میکنی خدا به ما نزدیک بسازی، اما این هیچ وقت امکان نداره. کم آرام باش، آرام باش. توبه میفهمم که قدر آسانی نمیشه، اما من کوشش میکنم. شما هم کوشش کنید. این توصیه من به شما باشه. و دیگه ای که چه قسمی رو بگویم، ای که آدم در خانه پدر خود باشه کمی عجیب است به خدا. آرامش میده، اما از شما زیاد خوشم آمد به خدا. مطمئن هستم با شما جور میاییم. قرار لوده والله اگه که تو جور بیای کسی فهمیدی مویای گده تسایی که بخه برو برای او گوش نگک من ایره بخورم. بخو بوته بعد بلا نمیزنه. بخو هرچی که میخوری. آی من دیگه تحمل کردن نمیتونم. پس شوین من میرم. اما میرم، حوصله ندارم دیگه. دست پای تا پیشت بگی لوده. تو دانشجوستی؟ دانشجو هستم. کارشناسی آزار دادن تو را میخوانم. میخوایی به صدای بلند درس بخوانم؟ پایین که رفتی باز اینا رو خاموش کن. فهمیدی؟ پس کو پایتا پس کو. خوب خوکای شیرین ببین. والا بسیار یک جایی که خوب است به خدا. چه خوب یک جایی است. زیاد خوشم آمد. زیاد سلیقه‌ام است. تو خجالت نمیکشی یک طفل خورده ناراحت میسازی مریم؟ ما یک قسم به تفاهم نرسیده بودیم سیما. شما میخواین طفل گرفته در او سر دنیا ببرین خانم، منم میخواین که از او جدا بسازین. اما من نمیتونم تو را ببرم مریم. چند سال میباشیم باز دوباره پس میایم. حقوق شما هم پرداخته میشه. به ویلا میرین ده اونجا کار میکنین. دیگه چی میخوایی مریم جان؟ برم بگو. نه من تحمل کردن نمیتونم. باز به پشت او دق میشم. تو میخوای سر که درد نمیکنه دستمال بسته کنی مریم؟ سالاست که در این خانه شاهانه زندگی میکنی. درد سرت مشکل نداری. راست میگم نه مریم؟ بعد از او طفل ماسی را باید قبول کنی. اگر نه سر براستی به درد مندازم. سر خدا یا سر مرا؟ بهتر است که در این باره فکر کنین. فهمیدین؟ خاله ما یک مشکل بسیار بزرگ دارم. باید قسم کمال اختار بتم، اما چه قسم این کار کنم او بچه اشتباه درک نکنم. والا بیادر دی گپا باز جنجال جور میشه. فهمیدی؟ فکر کو که تازه همراه کسی میبینی و ملاقات میکنی. عشق سابقش در مقابلش میایه. هیچ غرض نگی. فهمیدی؟ درست است بیادر، میفهمم، اما او بچه‌ام باید در جریان باشه. این دختر در تمام کارا خدا زیاد هوشیار فکر میکنه، اما گیر خر فکر میکنه. زیاد قار شدم. این دیگه چه قسم یک دشخندی است. تمام مردم منطقه دست یکی کده پشت امی خانواده را گرفتن. بیادر تو بام بسیار یک آدم جالب است. به خدا اینه قسم معلوم میشه که بعد از یک چند وقت هر دوی ما یک قسم شویم. ما دیگه به گفته یعقوبی زندگی ما تنظیم میکنم. باید فیلم شروع کنیم. ده قسم داستانای مسخره نمیتونیم درگیر شویم. باز من میخوایم همراه سحر عروسی کنم، کم از کم 5 اولاد داشته باشیم، فیلم بسازیم. خب سحر از دیگه پا خبر داره؟ نه، اما باید فهمیده باشه دیگه. نه تو وکدم خدای. تو زیاد پیر شدی. این بار دیگه نمیتونی او کارا را انجام بدی. اده او وقتا چند سال در زندان بودی. اوه سلام پدر. تو چه قصه هر خیز هستی به خود یک نقطه مشترک ما دیگه.
بیا یک چند دقیقه با هم گپ میزنیم. بیا داخل. سعید پدر میایم گپ میزنیم. سلام بچه محمود خود شما میشناسین. قسمه که میفهمین بچه‌م آکان است. خوش آمدین. استاد بچه‌تان ماشاءالله مثل شما قد بلند است والا. بله. ای بیادر ما بچه فیلم مشهور خونه است. تشکر بیادر. شما خو نمیخواین که امرای ما یک سلفی بگیرین نه؟ حالا عرق کردیم بیخی گزوه دستم. باز کدام وقت دیگه درست است؟ ایره بپوش که عرق کردی یک دفعه مریض نشی بچیم. چقدر خوب. بعد از سالها یکی دیگر هم میبینیم بسیار خوبش معلوم میشی. متین تو برو دو جور کده بیار. همیال میرم آماده میکنم استاد. بیا آکان بیا. تو دیگه کی هستی؟ خب فقط که من سلفی خواسته بودم لو دره. اکشنش ببین. قوارش ببین. حمید وری را که میشناسه. پایشان پایگان تاوری خوشگه کسی رسه کو. بیادر او بچه عضو از خانوادهشان از باید همراهش درست رویه کنیم. میبینی که بچه استاد از چی کده میتونیم؟ میتونیم متین میتونم. یگان کاراست که باید بکنم. این بچه نمیتونه که باشه گفته باشه. ما دیگه ایره تحمل نمیتونم. باز مکتش کار دارم. خب پدر جان. بله خب ما میفهمی نتونستم که یک شروع خوبم روی تو داشته باشم اما جبرانش میکنم انشالله. والا شما میفهمین من کوشش دارم به خاطر به دست آوردنم به شما یک چانس دگان بدم. خدا کنه از این فرصت استفاده کنین. فهمیدم. گوش که بچیم حالی که تو میخوای مرا با عنوان پدر خود صدا کنی در این صورت باید کمی با اخلاق گپ بزنی. فهمیدی یا نه؟ من قسم محبت و احترام اصلا دوست ندارم. ایره خب بهتر میفهمی. مثلا در پیش روی ما میتونی قسم بیشینی، در پیش روی ما پایایت دراز کرده میتونی مشکل نیست، اما اگر از قلب برم احترام نداشته باشی تحمل ایره دیگه ندارم. با می خاطر باید متوجه اخلاقت باشی دیگه بیتونی با هم جور بیم. مثلا ما در باغچه بعض چیزها را کاشتیم، پیاز، مارچ، یعنی کل ترکاری ها اونجا موجود است. حال ما از خودت میخوایم که پاد در پشت من نباید گپ بزنی. هر چیز که میخوایی واضح پیش رویم بگو. قسم خوب میشه، یعنی متوجه اخلاقت همیشه میباشی. خوب است یا نه؟ البته ما آموزش صدا دیدیم. چی؟ آموزش صدا به می خاطر است دیگه. صدای من می قسم بد گپ نمیزنم. اشتباه فکر میکنین. میگن با صبر میشه که از غوره حلوا با دست بیاریم اما چطور؟ نمیفهمی باشیم. بیادر تو دیوانه شدی چطور؟ این بچه حق زندگی کردن نداره متین. ببین استاد ما چند روز است به خاطر اولوده بیخی خود از دست داده. آرام باش. چی تو میخوای قاتل شوی؟ ها قلبت مثل سنگ شده دیگه. خیلی قهوه را من میبرم درست است؟ نمیشه بیادر تو خدا ببین زیاد قار معلوم میشی. متین طولانی نساز. گفتم قهوه را خودم میبرم. نشد که درباره مادرت گپ بزنم. سلما چطور است؟ نه متوجه شدین که از مادرم هم پرسان کنین؟ نمیتونی نام مادرم به زبانت بگیری. نمیتونی که پرسان کنی مادرم چطور است. من زود یاد میگیرم. براتون بگویم زیاد خوب هستین. نمیتونین نام مادرم را به زبانتان بیارین. پدر. چی میکنی بچه؟ لیک دیوانه شدی چطور؟ این چشم نداره خودش. روی تو قاشق واره و لگم بانم. حالا ما چه قسمی را تبدیل کنم در این وضعیت؟
به خدا از این روی قاشق شکایت میکنم. بچم تو چرا قسم کار کردی نشستی چی بالا؟ چرا اینجا آمده راه خدا گم کرده بخی؟ یعنی چی؟ فکر میکنی من دروغ میگویم ها؟ بچم چی میکنی؟ علاج کو که مشکنه علاج کو. علاج کو. دیوانه. چه قسم آدم هستی علاج که گفتم. انگشتم شکستان. به خدا بی شکست. روی مام سوختانده. نه نسوخته چی میگی؟ از تو شکایت میکنم. کار میکنم که در مشکل گرفتار شوی. بچم تو چی میکنی نه که دیوانه شدی؟ تو میگی حادثه بود اما چه قسم دوباره این کار کردی دیوانه؟ آکان الله بیا داخل بیا. چی گپ شده؟ ایره چی شده؟ به خدا امبولانس خبر کنین. برو چیزی که دکترای جراح کلش بیارن. چی زندگی گپ شده؟ کاریم تمام شد تمام. ایره چی شده مصطفی؟ آی چیزی نشده. ما گفتم که بیا قهوه بخوریم توسن پایش ماچ خورد قهوه را سر از این چپکت یا هم سر توسن خار شد که کایشه را قسم تاو داد. روی مام سوختان. نه چیزی نیست رویش نسوختانده یخ بگیرین یخ. آی ایره بیگی تمام خانه را صدایت گرفته تا 5 دقیقه دیگه خوب میشه. خب یگان چیز بیارین که را پانسمان کنیم خوب شو زود شوین. الا برای بیاری. ها زود باشه. از امیال برات گفته باشم جور نمیشه. بته اگه توسن شکستانده باشه جور نمیشه. ها بچه شوخم میشه که تو چوب باشی برات خوب است. بته خب کدامش بود پیش بیار. ما کم میکنم درست است. آرام باش درد نمیکنه آرام باش. درد میکنه؟ این بسیار درد میکنه. خیر اگه دردم کنه تا چند دقیقه دیگه خوب میشه. یگان چیز بیارین که بخوره این چیز نخورده گشنه است. روی تا چیز نشده به خدا راست میگم چیز نشده کم ترسیدی و باز خلاص آرام میشین. خنده کنی. حالا میشه ادامه ایره تو انجام بیتی. ما میرم بیرون کم کار دارم. صحیح بسته کنی. معلوم است که تو باز میخوای کجا بری؟ های مصطفی تو بگیره بخو. یام یک حرکت به مصطفی گزگون برابری داشت اما قسم لاکه رفت. بمی تو چی رب داره که شوهرت کجا میره مادر جان؟ عشقش میخوانه ما کور کده کور. هنوزا می دختری قسم گپا میزنه به خدا میکشمت. دعا کو که حوصله ندارم کارای مهمتر از تو دارم باید برم. میکروب شما چی یک خانواده گرم دارین با خدا؟ موتور از خانه ما همیشه هم تو گرم میباشه. توبه چی شده؟ توی پایای مرا سعی کده دستی لوده خورد. یک دفعه تیر میشدم که دفعه پای ما بلند کردم در دست تو خورد. تو فکر کردی من لوده استم؟ قصدانی کارا میکنی ها. رسما قصد جانو مرا تو داری. بیبی من اینجا امنیت جانی ندارم. خیلی یک جای امن برو. در جایی برو که امنیت داشته باشی. برو حالا. پیش از اینکه ما عاشقت شویم از اینجا برو. حالا بخیر. حالا جان خواهر بیا که ما تو بریم. شما دو تا بیادر اینجا شیشته با هم درد دل کنین. اگه زیاد شوخی نکردین وقت پس آمده براتون یکم جو شکیم. مرا ببینید. مرا تنها نمونید. مرا با سفید خان تنها نمونید. بای بای. اینا خواهر هستن به خدا. دیگه کجای درد میکنه؟ آی تو کد بوتای داخل آمدی بچم بکشی بوتای گنده تا بکش بوی میته و خدا کل خانه رو بوی بوت میگیره. الا پایای بوی میته. جمع کو بکش این جرابایت هم بکش. میفهمی که تازی دیگه داخل نیا به خدا کل خانه رو بوی گرفته. تو ببینم را یک بچه فیلم امید مانند چه قسم رفتار میکنن. زندگی کاری مرا خراب کردن به خدا. بله خواهر. زفر گوش کو یازنیت از خانه بیرون رفته اما نگفت که کجا میره. برو زود تعقیبش کو. حالا زود باش. خواهر جان تعقیب خو میکنم اما اومده اینجا از خود کار و زندگی دارم. نمیبینی با سبا افتتاحیام است. باید سر ساختمان باشم خواهر جان. نمیفهمی؟ زفر بالا سایکو اومده بالاستم. گفتم برو تعقیبش کو. برو اگر این کار میکنم تا یک هفته دیگه چیری خودش شناخته نتونی. کار من ایار. الا برو دیگه زود باش ساخته شو. خداوند جزای تبته. خدا تو را جزا بده. توبه میکروب. صبح بخیر. صبح بخیر.
کمال داخل است. کمال نه، یعنی سرآشپز نامده. من میتونم داخل منتظر باشم. البته بفرمایین. سرویس ما تا 10 دقیقه دیگه شروع میشه. بفرمایین. سلام. اوف هنوز من گشتم از یاد درد داره. اما قرارداد $1,000,000 دارم. باید سر صحنه برم. ها باز شو میبینیم بخیر. و دیگه میفهمین که من فقط از مواد غذایی طبیعی استفاده میکنم. با لوبیا حساسیت دارم. وضعیتم یک رقم آسفاره میشه. زیاد مرا خارش میگیره. و هم بسیار زیاد به خدا. سایکو چی حال است؟ والا بچه‌م ده پیشوری تر چیزی که من باید بخوری. من برای خود فکر میکنم تو گاهی املت خوردی یا نخوردی. بله یگان وقت مادرم مرا یگان پس کردنی مثل سناوری میزدک. اما معلوم میشه شما مادر اندرم هم خلیفه هستین. خب خیر چی که میخوری پس از بیرون برات بیار. فهمیدی؟ باز خانواده ما همگی در بودجه خانواده کمک میکنن. تو ماهانه چند درآمد داری؟ فکر کنم این سوال کم شخصی شد خانم. شب بخیر. باز میبینیم خانم اینجیش. تو به استغفرالله. معلوم نیست در چی وضعیت است. دوست داره یا بعدش میایه. هیچ نمیفهم. بعضی وقتا زیاد سرش قار میشم. بعضی وقتا هم دلم برش میسوزه. فکر کنم این بچه دیوانه است. صبح خیر. صبح خیر سرآشپز. براک. خوش آمدی. خوش باشی کمال. خیریت باشه در این وقت روز. میخواستم درباره یک موضوع مهم همراهت گپ بزنم اما حاله. یعنی پیش از اینکه اینجا بیرو بار شوه خوب است که گپ بزنیم. سواد یک قهوه بیار بچیم. میشنوم. میفهمم موضوع زیاد گد و بد است اما بازم خواستم همراهت گپ بزنم. نوش جانتان. تشکر بسیار زیاد. زنده باشی. تا جایی که شنیدیم تو همراه تو با یگان ملاقات میکنی. قصد ما دخالت کردن در زندگی شخصی تو نیست. زندگی تو بام به من ربط نداره. فقط خواستم که ایره بگویم. در قسم یک وقت یکی دختر شروع کرد با توجه کردن به تو از نظر من. کم خوب معلوم نمیشه کمال. با توجه به مشکلاتی که در جدایی ما داشتیم. مشکل تو چی است؟ من نفهمیدم. واضح تر گپ بزن. هم با تو با و هم میخوای همراه خواهرم باشی. چطور؟ ما آمدم مثل آدم برات هشدار بتم مؤدب باش. او دختر 2 روز پیش ادعای عشق و عاشقی میکرد پیش دروازه ما. حال آمده و عاشق تو شده. به نظرت ای عادی است؟ یعنی از نظر تو قابل باور است؟ با تو چی قرار است؟ امی تو چی قرار است؟ من نفهمیدم. میشه واضح تر گپ بزنی؟ بحث کم واضح تر بساز. چی میخوای ها؟ هنوزم ذهنت درگیر دوست دختر سابقت است؟ سعیس خیمه ای سوال از تو پرسان میکنم. چرا دور بر خواهر من میگردی بچه؟ از عادت مگذاری متوجه باش. بیادربانیت خوب اینجا آمدم. تو به من مهم هستی چون بیادر سحر هستی. فهمیدی؟ در این کسی که ضرر میکنه او تو هستی. ما میخوایم تو متوجه اوضاع باشی اما معلوم است که دیر کردیم تو در دام تو با افتیدی. تو کی هستی؟ تو کی هستی او آدم؟ آمده اینجا به من نصیحت کرده میری بی عقل. خیریت باشه. اگه هنوزم در ذهن تو دختر است برو کتش بگرد. کمال چوب باش تو. کمال 1 دقیقه به خود بیا. نمیبینی او دختر تو را بازی میته؟ حالا به شما چی؟ مگم من خوب و بد خدا نمیفهمم؟ من احمق هستم؟ نه خیر. نمیفهمم این موضوع چطور قدر برتون مهم است. درست از بانوبان که بالاخره خودش بفهمه ما به خوبیش میگفتیم. 2 روز بعد او دختر در پیش دروازه ما آمده گریان خواد کرد. زنگ میزنم میکشم احمق. میکشمت. آروم باش. تو کی هستی احمق؟ آروم باش. تو کی هستی؟ آروم باش سرآشپز. اومدی مرا نصیحت میکنی؟ تو کی هستی میخوایی؟ آروم باش. خواهر محمود دختر داشته باشی؟ چه باش دیگه لودا زیاد گپ نزن. گناهی است که من تو را آدم فکر کردم گفتم همراهت گپ بزنم. با تو چی؟ با تو چی ها بغیرت؟ آروم باش بیادر. زندگی من مداخله میکنی. برو زندگی خدا بساز. لطفاً بیادر آروم باش. برو غرض نیست. برو اون طرف. مداخله نکنین. کمال تو کل چیز گدوت کردی متوجه هستی؟ من یا شما؟ کی ملامت است؟ کی ملامت است؟ تو چرا رقم موضوع رو به هم میزنی؟ مگم به تو ربط داره؟
تو چرا میری از تو با گله میکنی؟ این مربوط به تو میشه؟ ها؟ میفهمی من چند سال هستم؟ اشتوک نیستم که کسی آمده مرا نصیحت کنه. امی دختره ایج از اول خوشم نمی آمد. به جایی که میخواست رسید. بازم اوضاع خراب کرد. اصرار نکنین دیگه. من نمیخوایم امرای او آدم کار کنم. من امرای آکان کار نمیکنم. او آدم سراسر مشکل است. لطفاً بفهمین دیگه تو به. او آدم بازیگر است دیگه. درست است. یه کاری میکنیم بیا زو آمده. یه کاری میکنیم. هیچ مشکلی نیست. آقا مراد، شیرین هم اینجا است. زود باش سر نمیریم حالا. شیرین دیگه با شما همکاری نمیکنه آقا هاکان. باید یک دستیاری دیگه پیدا کنه. همه قسم است. دلیلش؟ دلیل؟ ای که در بخشای دیگه کانال کار کنه و ای با آیندهش بسیار زیاد مهم است. خب خیلی قسم. خب خیلی چی کده میتانیم دیگه. ای گپا میشه. قراردادم است. والله قرارداده در میتم. سر صحنام نمیرم. خبر باشین یا شیرین یا هیچ کس دیگه. شیرین بیبی سال نو باید بریم داونتاون. اگه هاکان این کارت اعلا کنه تمام ما اخراج میشیم دختر. باز قسم هاکان میره از کانال شکایت خواد کرد. باز قسم همراهی یک نفر نو تمام صحنه رو باید ثبت کنیم. این منطقی است دختر؟ شیرین بیبی نمیشه نمیتونیم با آدمایی که دوستشان داریم کار کنیم. اما قسمی که میبینی باید کار کنیم. مجبور هستیم. یعنی اگه تو همکاری همراهی را تمام کنی چی بد اسم میاری ها؟ تو مامورات تمام ما یک روز اخراج میشیم. خب شیرین لطفاً همراهی کار کن. کسی او را از تو کده بهتر نمیشناسه ها؟ تو میتونی. بیبی سریال شروع شد و قول میتونم یک کاری میکنم. درست است؟ سعیز دیگه کمی دی باره فکر میکنم باز برات میگم. حالا برو ماهای تازه بگیرم. سعیز برو اما فکر کنی. سعیز دست ما یک را به خاطر خانه کردنش دارم اما او را باید صبر کنیم. با مدیر درام باید گپ بزنیم. تو هم کوشش که هاکان ببری سر صحنه. ما هم شیرینه قانع میکنم و میایم. درست است. آقا هاکان اگه خواسته باشین روی صحنه بریم. ما کوشش میکنیم که شیرینم قانع بسازیم و تا چند دقیقه دیگه حتما میایه. نه من قانع نشدم. یعنی پیش از قانع ساختن شیرین کوشش کنین مرا قانع بسازین. یعنی نمیایم دیگه. شیرین یک خبر مهم برات دارم. دیگه تو قراردادی نیستی. تو دائمی هستی. قسم بخو؟ تو جدی هستی؟ بله همیال همراه مدیر درام گپ زدم. کلی چیز برات آماده شده. اما کاری را که برات میگه رن نکنی دائمی نمیشی دختر. از روز اول در کار مشکل جور نشه. خب معلوم میشه که جان هاکانم ارزش زیاد نداره نه؟ نه براستی گفتی که حالا از جمله کارمندای دائمی هستم. های بسیار زیاد تشکر. والا تو یک دانه هستی. بسیار تشکر مراد. درست است. خیمه میالا برم کارم شروع کنم. بیازو فیلم برداری را زیاد منتظر ماندی. حالا شو کارت که خلاص شد باز تجلیلش میکنیم. چی نظر داری؟ میریم بیرون یگان چیز میخوریم. سعیس میریم تجلیل میکنیم. آی بسیار هیجانی شدیم. خیمه میرم دختر باز تو بیا. درست است. آی شیرین ای بار 2.5% فهمید. آفرین به تو. آی زیاد شیرین است. حتما فهمید که دوستش دارم. آی خدایا چی کنم؟ این قسم خونم میشه. قسم اونمود میکنم که من دوست پسر دارم. های بهترین رایلش است. میشه که بریم آقا کن. به خاطر فیلم برداری بیازو زیاد دیر شده.
زنده باشی گل پنبیم. نمیفهمیدم که به شیرین قدر ارزش میتونه آقا کن. خودم هم نمیفهمیدم به خدا. راستی جای خاص است که بریم شیرین؟ کجا را تو زیاد دوست داری که بریم؟ انتخاب دست تو باشه. درست است. کجا میریم؟ موضوعی نیست که مربوط شما باشه محترم. کارمند دائمی شدیم، با خاطر میریم تجلیل کنیم. میخواستم که پیشم باشه. شما خو کدام مشکلی ندارن نه؟ نه ندارم. پس آدرس براتون روان میکنم. شب ساعت 8 اونجا میبینه. بسیار زیاد خوب میشه. سعیس مرا. خوب شد. باز میبینیم. باز میبینی؟ آقا هاکان. خداحافظ. اوف. بیا بریم، بیا زیاد دیر شده. حالا دیگه. آی خواهر تو زیاد راحت استی به خدا. اگر من می بودم قیامت برپا میکردم. ای روز که سر تو آمد باز قیامت برپا کن ملکه جان. صحیح از جانم. حالا دیگه حالا به جای زبانت از دستت کار بگیر. زود باش دیگه. آی خواهری چه قسم گپ زدن است؟ فقط دعای بد کنی. من سر شوهرم زیاد باور دارم. دام رو خودی قسم کارا نمیکنه. بیا زگه بکنه خوب میفهمه که چی بلای سرش میارم. ای خدای تو بکدیم. خواهر شما ایره میخواین که سبا یا دیگه سبا مادرمشان بیکای خدا گرفته و اینجا پیش شما بیاین؟ ملکه توبه 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 کدیم خدایا توبه. صبح بخیر. ببخشین که مزاحم شما میشم اما مدیر پیدا کردن نتانستم. کجاست؟ خانم عایشه ما از کجا بفهمیم که مدیر شما کجاست؟ آی اینجی جانم از زفر پرسان میکنه دیگه. صبح وقت رفت سر کار شاید دستشویی رفته باشه دیگه خانم ها. من زود میرم پیداش میکنم. صبر من صبح جای روانش کردم. یک کار مهم بود. شاید تا چند دقیقه دیگه بیاید. تو شوهر مرا در کجا روان کردی؟ بیازو کارهای خودش بسیار زیاد بود. خانم اینجی کاش که از اول برام میگفتی. اینقدر کارا است که تمامش مانده. خب به هر صورت راستی ملکه پیش از افتتاحیه میخوایم که یک میهمانی خودمانی داشته باشیم. قرار است کم وقت شما را بگیریم. ببخشید حتما شما تشریف میارین. اگر نبیاین باز من زیاد ناراحت میشم. آله خو آقا زفرم نیستن. مردم کم کم میاین و من همراه شما درگیر شوم. چطور؟ آی بسیار میبخشین عایشه خانم جان. من نتونسته گپ خواهر خودت در زمین بندازم. دفعه بعد خواهش میکنم اینجی خانم مرا در جریان بانین. همه ما میخواییم که با هم کار کنیم. درست است نه؟ من کارمند شما را جایی روان میکنم. نه خیر خواهش میکنم دفعه دیگه مرا در جریان بانین. خسته نباشین. لا حول ولا قوة الا بالله. شیطان میگه برو دانه دماغش یکی کو بیایش بکن. چی شده خواهر؟ چی میگه؟ چی باید بگویم بلیاز خدا؟ میخوای افتتاحیه بگیره با مردم منطقه معرفی شوه. فقط که مردم هم منتظری خانم محترم است. به هر صورت برین دایستو به وقت ناقصاب ما خراب نکنین. او چیز آماده است. منظورم وسایل است. آماده است. پلاوام دم کشیده؟ دم کشیده. روغن زیتون چطور؟ اونا را در بیرون ماندیم که کمی سرد شوند. خوب است آفرین. ببین دانه دانه کنترل میکنم. حالا همگی در سر کارتان برین. خواهر تو چرا آینده کاری شوهرت در خطر مندازی؟ نیکه با موافقت زفر تو بخیلی میکنی؟ ملکه سعی سینه چپ شدم. چپ نباش. هرچی داری بگو. چپ نباش بگو. نه توبه توبه. در اینجا یک هوشیار پیدا نمیشه. کلشان دیوانه است.
بچه‌م تو پشت چی میگردی ها؟ اینجا خو راهنمای معاملات است. هیچ جای درست نیست. حتما کدام جای کار مشکل داره میفهمم. توبه کردیم خدایا توبه. آی کمال بیخی ذهنم گدوت شده. چه قسم میخوایی که بس پانجا بریم؟ تو کدام موتر چیز آماده کردی یا که من از شرکت بخوایم؟ نه جانم ضرور نیست، من حلش میکنم. یعنی گفتم از اینجا موتر میگیرم. بشنو چی میگم. امروز مثل خواهر برادر با هم خوش باشیم. چی میگی؟ سعیز من حلش میکنم. حالا خط کن. خداحافظ. حلش میکنم، مشکل نیست. سعیز جان. خب خداحافظ. خب سعیز میبخشی، اما دیدی بانو او آدم آمده مرا قار میسازه. به خاطر سبا ازت تشکر میکنم. سبا یک روز کاری است نه؟ ما هم کمی به استراحت ضرورت دارم. باید ذهنم کمی آرام کنم. دقیقش نشو، حلش میکنم. بیبی خواهرم بیا ما تو یک قانون جور میکنیم. اوش کده باشی مرا خواهر نگویی یا کن. حالا که ما بیادر تو هستم هر چیزی که دلم شوا میگم. از این میگذریم سر اصل گپ میاییم. این موضوع کمی مهم است، یعنی برای ما بسیار مهم است. کمی اعصاب مرا خراب میکنه چون ما آدم مشهور هستم. متاسفانه ایره ما انتخاب نکردیم خواهرم. به همین خاطر یک چیزی که در زندگیم واقعا ازش متنفر هستم، پیش از اینکه سریال شروع شود با موضوعهای دیگه سر زبانا باشه. مثلا چه قسم یک موضوع؟ موضوعی که موضوعهای اساس، موضوعهای خانوادگی. این چیزا باید در بین خود ما باشه، در بین خانواده باشه، نباید در خبرها نشه. فهمیدم. یعنی که تو از ما خجالت میکشی. اما تو زیاد هوشیار هستی تو. به خدا چقدر زود فهمیدی این چیزا را از گپ زدنای ما فهمیدی. اگر ما از شما خجالت میکشیدم باز جال فریب راستش کلمه در این نقشه و فریب کاریای تو هیچ کار نمیته آکان. گلپن بیا بیادرش تو اینجا بیا. حالا تو با خدایا نیممی قسم خوب هستم. مرا سیل کو. تو امشب میخوای امرای مراد دوتایی بیرون برین؟ بله. کدام مشکلی است؟ مشکل است جان بیادر، مشکل است. امرای اون نفر به تنهایی میری نان خوردن هیچ اجازه نمیتم. ایچ گفتی؟ تو دیگه کی هستی؟ مگه من تو باید اجازه بگیرم؟ توبه توبه. فقط ما دو نفر نمیریم. شاید کدام دوست پسرمون باشه. تو دوست پسرم داری؟ نیست، اما شاید به زودی پیدا شود. چطور میشه؟ من نفهمیدم. آی خوب که نفهمیدی. نفهم باز خود فهمیدی دیگه. نمیشه کل چیزا باید بفهمی. سحر بریم نان بخوریم. وقت داری؟ کم گپ بزنیم. نمیشه، باید خانه برم. اوضاع خانه کم خراب است. چی شده؟ آکان بیادره نو ما تصمیم گرفته همراه ما یک جای زندگی کنه. نه دیگه. ولی همه قسم است. خب چی شده؟ خیلی ما میرم تا بالا، باز میریم قهوه خانه و یک قهوه میخوریم. باز تو میتونی که درست است. خوب میشه. چطور است؟ قسم خوب است؟ بله واقعا زیاد خوب شده. قسم زیاد خوب است. از تمام جایات دیدار کردن میتونیم. بسیار زیاد تشکر میکنم. خواهش میکنم. تو خدایا تو. دترس ویلاویا. این دیگه چی مانا میته؟ جانم انگلیسی است دیگه. حتما یک چیز بسیار خوب نوشته کرده. نه این فرانسوی است. ای که رازش چی است ما هم نمیفهمم. این دیگه چی معنا میته؟ فهمیدم. ماناش رازای زندگی است. بیا زوی زندگیش پر از راز است. خوب به خودش میخوانه. این دیگه چه قسم نام کتابخانه از نیکی بریش خندی گرفته چطور؟ خوارش ببین. زفر آمد. صبر
بیا زفر بیا رفت. عایشه خانم بسیار زیاد میبخشین، به خدا یک موضوع مهم پیش اومده بود. خواهش میکنم، هیچ گپ نیست. بیازم به تشویش خود بودم. چی کده این مشکلات خود حل کده تانستین یعنی؟ کاش که میتونستم حلش کنم، اما مشکل زیاد بزرگ است خانم، بسیار. مشکل نیست آقا زفر، شما خدای قدر خسته نسازین. هر چیز جز مرگ یک راه حل داره. خب بریم داخل، راحت با هم گپ میزنیم، درست است؟ اما به خواهرم یک خبر میدادم باز. اول بریم ما با هم گپ بزنیم، باز بعداً برش خبر بده. بفرمایین. حالا دیگه بیعقل تو او بیادبه ببین، باز چه قسم طرف ما سیل میکنه. آرام باش مالکه جان، مانع موفقیت شوهرت نشدگانه. خواهر، او زن میخواست به طفلای فقیر کتاب خانه واس کنه. خب دروغ است. در اینجا میخواه قهوه خانه لوکس واس کنه. باز دوام در کجا؟ دقیق در روبروی رستورانت ما. او زن تا پیش دماغ ما خود رسانده، حتما کدام نقشه داره گفته باشم. باز میبینی که به شوهر ما هم چشم دوخته. ای دیگه مربوط تو میشه ملکه، تو صاحب شوهرت باش. گرفتن شوهر ما آسان نیست، سخت است. شنیدی؟ باز بعد از او یازنیم در یک جای خرابه رفت خانم عایشه. میخوای که پول قرض بگیره؟ بله، رفتم همراه اون نفرها گپ زدم. یازنیم تقریبا 200,000 لیره میخواه. اون نفران بدون ضمانت چیزی نداد. 200,000 لیره؟ او قدر پول میخوای چی کنه؟ نمیفهمم، به خدا نمیفهمم. عزیز، من حلش میکنم. چطور یعنی؟ شما میخواین که این پول بده؟ یعنی به جایی که در بانک باشه فایدهش به کسی دیگه برسه بهتر است. اما یک شرط دارم. چی هست؟ بگوین لطفاً. چیزی که در اینجا گپ زدیم باید در بین خود ما باشه، درست است؟ کسی نباید بفهمه، مخصوصا خواهرت. اگر آقا مصطفی سوال کرد بگو یک قسم حل شد، درست است؟ درست است. باز که بفهمه اجازه ای کاره نمیته و مشکل او آدم هم حل نمیشه، در جنجال میمانه. درست است، قبول دارم. خداوند از شما راضی باشه، زیاد ثواب برست. خواهش میکنم. بسیار خوب. من برم یک دفعه خواهرم ببینم. به نظر ما درست است. رفتم. ما برای چی گفته بودم ها؟ انجام دادم دیگه خواهر، رفتم و تعقیبش کردم. تعقیب که کردی چرا نمیایی تعریف نمیکنی؟ چی شده؟ خواهر نمیبینی یک عالم کار سر ما است. او آدم بیچاره خو هیچ کاری نکرد. رفت بغاز ایسو اوسو گشت پس آمد. پیش ساحل رفت و بعدن با پرنده ها غذا داد. به همین کارا مام دیدم که هیچ کاری نمیکنه آمدم. عایشه خانم، مام سرم زیاد خار شد، به خدا زیاد خار شد. بسیار سرم اعصابش خراب است. خیلی آدم کجا است ها؟ تا هنوز نامده کم مانده از شام شوه. او بچه اونجا نمان، حالا زود شو، او طرف ببر، زود باش. صبر که ما میام جورش میکنم. باش آمدم. خدا بزنید کتی تعقیب کردنت. خدایا دیوانه خود شدم. دمی نزدیک ها پیش ساحل بریم چند دقیقه بشینیم. سیس. وضعیت دیروزت مرا به تشویش ساخت. میفهم. یک دفعه خدا بیخی گم کردم وقتی که همه چیز پشت سر هم آمد. چی تو را قسم ناراحت میکنه سحر؟ چی است که به ما گفته نمیتونی؟ سحر میتونی همه چیزا برام بگویی. وقت با هم باشیم مشکل نیست، میتونیم از توانش براییم. خودت میفهمی نه جانه؟ ما به کم وقت ضرورت دارم. درست است، خیلی تو هم کم وقت برام بده. سیس صبا وقت داری که نان شب با هم بخوریم؟
امروی کمال خارج از شهر میرم. شاید که وقت پس بیام. خی باز برام زنگ بزن، درست است؟ درست است. قسم مایوسانه طرفم نبید. یک غم در قلبم است که نمیتونم او را از بین ببرم. مثل که یک دفعه میخوایی غیب شوی. قرار است که باز یک پیام برم روان کنی و ما ساعتا فقط امو را دیده برم. بیبی اگه ما او وقت نمیرفتم زندگی کاری تو آل قدر پیشرفت نمیکرد. یعنی ده اینجا بند میماندی و خارج رفته نمیتونستی که پیشرفت کنی جانم. نمیتونستی به خاطر فیلمایت قدر پیشرفت کنی و سرمایه گذاری کنی. به خاطری که آینده خوب داشته باشم مریلا کدی. اطرا نیست. زیاد چیزا را از دست دادیم اما خوب شد که به نفع ما تمام شد. سحر حتی کوشش نکردی که یک دروغ خوب بتونی پیدا کنی. هر چی که از گذشته یاد کنیم اما قدر اعصاب ما خراب میسازه. خیلی چی دیگه دروغ بگویم؟ سحر یک دختر 20 ساله عاشق مرد که عاشقش است اعلام کنه به خاطری که زندگی کاری عشقش خوب پیش بره. اما تو راست بهترین بازیگرای کشورم نمیتونه مرا قانع بسازه که تو یک بازیگر افتضاح هستی. حال میگی که یک تیر و دو نشان. صحیح موضوع را تغییر میدیم. بیا که بریم یا قبر رو بررسی کنیم ببینیم که اوضاع ما به کجا میرسه. متین حالا بیا که اینا را داخل ببریم. زود باش دیگه متین، زیاد تال نته اینا را بگی. اونا را داخل یخچال بانی، بازدگاش برات میگم که در کجا بانی. خیاورم یارم میبرم بیا در باز بعد از اوارم میبرم. سعید متین جانم. های اینا چرا قدر زیاد است؟ چی گپ از دخترم؟ این چیزایی است که آکان خریده. توبه اینجا رستورانت از دخترم مگم غذا نبود؟ سعید همه قسم است اما براتون گفته بودم که من غذای سبک میخورم خانم. من برات گفته بودم هر چی که در خانه داشتیم امورا میخوری. گفته بودم که ما اساسیت دارم نمیخورم. اوف آله نه ما عجله داریم باید هر چی زودتر اینا رو خلاص کنیم. آی متین تو چرا خنده میکنی ها؟ بگی اینا رو زود داخل ببر زیاد تال نته. زود باش دیگه. ایران بگی. این بچه زیاد مشکل ایجاد میکنه گفته باشم. یعنی قدر پول مصرف کرده و خرید کرده همین قسم ها. قدر زیاد چی؟ ببین خواهر پاکتش هم زیاد مقبول است ها. از این چیزا ما هم زیاد میخریم دختر. توبه معلوم نیست که در داخلش چی است. های ها خدا رو شکر همه چیز ما خاص هست. شیرین دیگه پرسونال هم میاین؟ من کار دارم. تو چه قسم میخوایی بری جان بیادر؟ خودتی کارکو با دیگر آشو سمیانی میبوری به خداش خمیری بریدن نمیتونی. توبه سونما سایکو گلپم بگک. به دنیای خواهری و بیادری خوش آمدی آقا امرن. اینجا قانونا همه قسم است. های متین چی میکنی دختر؟ در هر چیز کار داری. آی توبه کردیم خواهر. بچه برند میخواه یک مادگی فوق العاده بگیره گفته باشم. دیگه ای که فکر میکنم شاید مادرش اینا را روان کرده باشه که ببری قسم پدرت هم زیاد خوش میشه. یک گپ دگام از خواهر ولی یک بار ببینی این بچه بسیار یک انتخاب خاص داره. بسیار چیزای کارآمده گرفته. تو ده قصه هیچ چیز نشو خواهر. اصلا کوشش نکو که خدا ناراحت بسازی. ده فکر چیز نباش. بیا زود فکر چیزی نیستم ملکه. تو زودتر کارت خلاص کو. این چیزایی که من دارم ببر. حالا دیگه حالا به کارت برس. ای چی است؟ تالی قسم یک چیزی را ندیده بودم. درست است سوسون بیادر آلی ناره به مبته یک جای بانمش باز بدن بیبی. خواهر اینا رو اینجا مونده میرم دگاهشم میارم. درست است. راستش یک گپ میزنم. ما باید یک یخچال داشته باشم اما تو نیست. یکی خوی آدم قاشق روی مرا هیچ خوشم نمیاد. باید هیچ چیز دست نزنه. چرا؟ کدام مشکل است؟ مشکل چی؟ تو چی مشکل داری؟ ها مشکل داره توسون بیادر مشکل. توبه حالا دیگه تالنت اینا را جا به جای کو. نه ما اونقدر وقت ندارم. از استاد باید پرسان شوه. به اجازه از او حتی کار کردن نمیتونم. منتظر باشین که بیایه باز جا به جایشان کنه. اینجا خوب بیخی مثل یک رستوران است به خدا.
کتابخانه ها. ای کجاش به کتابخانه ها میمانه؟ ای قسم یک کتابخانه؟ مگن کدام نیم کاسه زیر کاسه است. یعنی که متعجب شدی. چرا روشن است؟ رستوران چرا هنوز بسته نشده؟ شیرین میخواد زیاد شما رو متعجب کنه. زیاد چیزا آماده کرده. ما یک دفعه احوال مادرم بگیرم ببینم که اوضاع از چی قرار است و وقت تو منتظر ما باش. درست است. باز طرفش پس خانه بیا، البته اگه قیامت نشده باشه. درست است میایم. یک خوشی عجیب در دلم است که هیچ گفتن نمیتونم. اولین بار است که قسم هستم. راستش من بسیار هیجان زده هستم. به نظر من قسم بسیار خوب میشه. بله با سلیقه شما اینجا یک رستوران بسیار عالی خواهد شد خانم میشه. رستوران خیرات باشه مادر جان. آها بچیم چقدر خوب مرا متعجب ساختی. باش که معرفیتان کنم ای آقای جذاب بچه‌ام از بسیار یک کارگردان مشهور است. آقا ظفران مدیرم است. سلام از دیدنتان خوش شدم. من خوشحال شدم. البته پیش از این شما را میشناسم از رسانه. من مامای سحر هستم. شناختین؟ پس قسم است. بازم از دیدنتان خوش شدم. خوب شد که آشنا شدیم. بله زنده باشین. خب تا جایی که من میفهمم پلان به ای است که یک رستوران باز کنیم. میشه بگوین باز چی پلان دارین؟ رستوران؟ نه یک کتابخانه. چی میکردم بچه‌م ناق وقت خودت ضایع میکرد. شاید به خاطر میکرد که من خسته نشم. نه جانم و قدرم کار مشکل نیست. دیگه ای که همیشه به فکر ای بودم که یک رستوران باز کنم. کدام جای دیگه پیدا نکردی که آمدی اینجا میخوایی باشی؟ اگر متوجه شده باشی اونجا یک رستوران محلی است. به او خاطر به هیچ کسی ضرر نمیرسه. کار هر کس هم جداست بچیم، هست هر کس جداست و بسیار فایده هم خود کردیم. یعنی محبوبیت منطقه ما را در هر جای زیادتر میسازه و ارزشی را داره که از سر آماده شوه و جور شوه و شیک جور شوه. یعنی کل چیز عالی است. هدف من تو یک چیز نیست. مادر حالا نبایدی کارم میکردی. من هر کاری که کنم تو را خوشت نمیآید. خب دیگه سحر منتظرم است. ما باید برم. نمیفهمم شاید قدرم بد نباشه. به هر صورت ما اینجا میشونیم و منتظر سحر میباشم. بیا از حوصله امام خلاص شد. خسته نباشین. به نظرم قرار است ما با هم خیلی شویم. چطور نظرتون چی است؟ کی؟ قرار است که براک عروسی کنه؟ او اصلا پلان عروسی کردن نداره. آقا ظفر او کسی نیست که وابسته کسی شود. سالا دوست دختر داشت. اگه میخواست عروسی کنه همراه مو عروسی میکرد. تو یک چیز خود خوابم میکنه. بانگدوت نکو. بان گفتم ده هر چیز دست نزنه. خواهر نکو. آی تورسان سرش باز که گفتم بان نجاش. سحر خواهری رم یک بار امتحان کو بسیار خوبش است. امی تو خود دست نزن بروتای داست باری. خواهر کلش نخود. چرا کلش میخوری؟ چه قسمش از دیگه؟ مارم تو قماسه درستش باورم نمیشه. چی از دیگه شیرینی عادی است. بیبی میبینی کلش خوردن. آی لطفا چقدر یا چشم گوش نستم خدایا. خواهر رو ببین. حوصله کو چقدر گوش نستی. آی تو بچه کلش خراب کردی. شما چی میکنید؟ اینجا چرا قال مقال است؟ چی گپ است؟ بیا کاکا چی چیزایی به ما گرفت. او آکان گرفته. باش ببینم چی است. یعنی غذای خاص آکان است ها؟ اما تو راست. بیادر توی کار نکنی. اشکده باشی کار ببینم چی است. باش ببینم یک بار. فقط که در عمرت این چیزا رو ندیده باشی. آی بیادر شما نگرفتی. ایران بگیرم. اوه شکت والا سایکو چقدر مزه‌دار معلوم میشه. اوه هاکان بسیار ببخشی بچه‌ش اشتباه شد. سایکو همین که سرش آواز میکنیم زود به زمین میفته. چرا اینطور سایکو؟ اوه ایره سایکو. اوه بگی. یا شما چی میکنین به خدا؟ بته تو بته بخورم. تلخک دی چطور است و دلت هست؟ خوبش است. خوبش است. بیادر جان چه اینجا دقت میکنی؟ باش یارا ببینم. اوه تو خوب سایکو تو. دستای دای داره نیست. کل چیز از پایین بردی. تو دیوانه هستی هوشیار هستی نکنی کارا. او سایکی کارتن بسیار خوبش است. متین بگیره بچهش بالا کو باز پسان کار ما میشه. چی گفتی؟ این چی وضعیت است؟ اوف از دستی یا کم استی بیا تو هم اینجا باش. الا کنید. بته که ما نکنین این کارا. بیادر چرا تو میکنی؟ آی بیادر کلش خلاص کردین. بته بر ما ایره بته. یک خانواده دارم که بیخی ملاسای باور است. او واقعا که بیخی وحشیستن. خانواده وحشی. این خو بیخی از خود گذاشته. بی قانونی را خو از خود کرده. بسیار عجیب است به خدا. باید از شما ترسید.
خیال ما وحشی شدی ماکان. خانواده گفته دویده تا اینجا نامدی ایره بگو. بخشش باشه اما ما می قسم هستیم دیگه دلت. یعنی چی کل ما قسم هستیم؟ تو بانو را او را نگی. ها یکمی کم بود. بیا تو هم خوش آمده است. چرا یک دفعه داخل میایی؟ چطور هستی کمال؟ عجب لحظه است به خدای. خوب هستم شکر بسیار عالی. روانی است دیگه. آی سر شما چی گپ ها؟ سایل کو برش بگو در اتاق من خدا نندازه. آی خواهر جان میشه 5 دقیقه ما را تنابونی زیاد کار داریم باید به اونا برسیم لطفاً. حالا نمیشه. اینا اینجا دگام است. ایرا پت کرده سایل کو یک چند چیز دگام اینجا داره. بانر که بالا کار خود ایران بیگاله. حالا من قایمش میگیرم بیگ از داخلش. گوش نست. عمر بدش پیاز بان ببینیم که چی از داخلش. دونو تواس کرد. آی پیاده فرش دادی. خدایا تو برام صبر بده از استیا. باش ببینم. تو بکدم خدایا. بیا اینجا کجا فرار میکنی؟ آی حالا کجا میری کار نکو بیا دیگه نه. بیا بان ببینم که داخلش دیگه چی مونده. او اینا چی هست بدر تو چرا این چیزا رو میخوری؟ غذا اینجا بسیار خوبش است. چرا این کارو میکنی؟ مرا بگو من برات آماده میکنم. چرا این چیزای گنده رو میخوری؟ آی اوف شما هم دیگه بسیار زیاده روی میکنی. تو را چیه دختر؟ ما 2 نفر گپ میزنیم تو دخالت نکن. خب تو چرا قسم سیل داری؟ خب دیگه چی بگویم خانم عایشه میخواین رستوران باز کنن. ما اونجا منتظرت میباشیم. این قسم مرد قطار را دیده میتونم. آی بیشتر از این حسابش خراب نکو. به حساب این زن مادرم میفهمه. شما خدا ناراحت نکنه. این جوان هستن. این قسم رفتارایشون عادی است دیگه. نمیتونیم براشون چیزی بگوییم. شوهر خالیم همیشه یک گپ بسیار خوب میگه که اگه اولاد داری نباید خلاف امواج حرکت کنی. آقا ظفر شما میفهمین که مام آدم نیستم که زیاد بخوایم در زندگی او دخالت کنم. شما دیدین دیگه مرا دشمن خود فکر میکنه. نمیفهمم هر کاری که میکنم ازم خوشش نمیاد. میشه شما بگوین واسه کردن این رستوران به کی ضرر میرسونه؟ من اینجا را خریده میخوایم که سرمایه گذاری کنم. وقتی که اینجا را خریدم بازم او عصبانی شد. من از کجا میفهمیدم که سحر و خانوادهش اینجا هستن؟ به نظرتان قدر آدمه؟ بعد معلوم میشم آقا ظفر اگه هدفم بدی کردن میبود شما را استخدام میکردم براتون کار میدادم. نمیفهمم اونا چرا همیشه مرا مقصر فکر میکنن. همیشه مرا کاش که بمرم که بیغم شود. خانم عایشه چرا این قسم میگن؟ شما بسیار یک آدم خوب هستین. کوشش کنین خدا ناراحت نسازین لطفاً. این قسم چیزا پیش میاد یگان وقت ما تو میشم اما خب چطور کنیم دیگه همین زندگی است. یعنی اگه ببینم کسی ارزش ما را بفهمه تو نمیشیم اما خب بعضی وقت همون تو میشه دیگه چاره ای نیست. آقا ظفر اگه ما حال این موضوع را با نیما بریم به خاطر من کی جگر خود میشه؟ هیچ کس به خاطر من ناراحت نمیشه. من به خاطر شما ناراحت میشم. مطمئن باشین به خاطر دیگه گپ نیست. اشتباه درک نکنین. یعنی این گپ به خاطر نیست که پول دارین. حالا دیگه ما با هم دوست هستیم اما تو نیست ها خانم عایشه. انسان گاهی بعد از جنگ و دعوا به یک نفر نیاز می داشته باشه که همراهش درد و دل کنه و میفهمم اما فکر میکنم یگانه کم بودی همین است. خانم عایشه بچه‌تان شما را زیاد دوست داره. خب حالی ازتان خفه است. اگر دوستتان نمی داشتی قسم همراهتان رفتن میکرد. حالا دیگه ناراحت نباشین. در اینجا یک رستوران بسیار مقبول جور میکنیم. بله این کار ما با هم میکنیم. شکر که شما هستین. شما هم همونطور. کتاب بخوانین وام در رستورانت ما با اعصاب آرام. این دیگه چی است؟ این چی وضعیت است؟ توبه کردیم خدایا.
آکان این موضوعات مربوط به مشکلات است که در ذهن ما جور میشه متونیست؟ یعنی میتونیم توسط فکر کردن این مشکلات را حل کنیم و یک نتیجه خوب ازش بگیریم. بله البته بیا اینجا بیشی که برات یاد بده. آی خواهر مرا ببین دیگه نیاز نیست اینجا باشی، باید بریم دیگه. آی چی گپ پس از صبح تا حالا سرم گپ زده میری؟ آی مراد مرا به نان شو دعوت کرده. مراد دیگه کی است؟ مراد کیست؟ آی خواهر کوشش کو کمی رموز فهم باشی، مرا دعوت کرده. میگم نیم ساعت وقت دارم باید برم. این مراد کی است؟ به نظرم اونجا کدام کاری خواهد؟ نه بیادر او آدم چندان آدم نیست، ناخشیری نور انتخاب کرده به خدا. خب برو دیگه آماده شو، بیازه ناوقتم شده. آی چه قصه. نه نمیشه، جای رفتن نمیتونی، ما اصلا اجازه نمیتم. شیرین جای نمیری، فهمیدی؟ یک دقیقه تو صبر. تو کی هستی که اجازه بدی یا نتی؟ من بیادرش هستم، قرار باشه من اجازه میتم. خب من اجازه نمیتم. او آدم کی است؟ ها؟ این گپ دیگه از کجا شد ها؟ عاشق او شدی؟ در مدت 3 روز دوست دخترش شدی ها؟ در جمله کارمندای کدر بود و میخوایم کوره تجلیل کنیم. تو عاشق شدی؟ در مدت 3 روز تو دوست دخترزو شدی؟ عاشق ماشق نیستم. آی میبخشین میشه برام بگین چرا رفتنش چی مشکل داره؟ تو از او بچه خوشت میاد، نمیشه، امکان نداره، رفتنت هیچ خوب نیست، فهمیدی؟ توبه به نظر ما هم حق با شماست بچه. زنده باشی استاد. آی به شما 2 نفر چه غرض؟ چرا هر کس اینجا 6 تا نظر خودم میته؟ دیوانه گگ برام بگو که چرا از بیادرت اجازه نگرفتی ها؟ جانم من میفهم گپ از چی قرار است. تو چی کار هستی؟ من اصلا اجازه نمیتم. اوف شما 2 نفر چه باشین زیاد گپ زدین. خواهر برم از مادرم اجازه بگیرم. تشویش نکو یک دانیم. حالا ما تو آماده شده یک جای اونجا میریم دلک جمع. آی شیرینه که ما حالا کلان شده بیرون میره تجلیل میکنه. براک میشه که منتظر ما باشیم ما رو اونجا ببریم؟ درست است اما نموتر باش براک جان. درست است آی درست است. هلا جان. هلا بده گل پا مگه بده چاق